السلام على ابن خاتم الانبیاء، السلام على ابن سید الاوصیاء، السلام على ابن فاطمة الزهراء، السلام على ساکن کربلا، السلام على غریب الغرباء. دوتا سلام دیگه، السلام على المرمل بالدماء، السلام على الرأس المرفوع. بمیرم مثل فرداییم دم در کوفه، دروازه کوفه، عمه سادات گرم خطبه خواندن بود. یه وقتی صدای آشنا به گوشش میاد، یکی داره قرآن تلاوت میکنه، اما حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. سر از محمل بیرون کنه، ببین سر بریده یه برادر حسین